کسی که غضب او غضب خداست باید غضب کند به کسی به فریاد او از این امتی که ادعای اسلام میکنند نرسد. و حالا که همه دارن میبینن و میشنون تا آنجا توافیکم الدعوه فلا تجیبون و تأتیکم الصرخه فلا تخیفون. دعوت نصرت خواهی من به شما میرسد، کسی جواب نمیدهد. فریاد یاری خواهی به گوش همه کسانی که ادعای مسلمانی میکنند، خود را مهاجر و انصار و دیگران مینامند، اما کسی این ندا را لبیک نمیگوید. در این خطبه معرفی کرد خود را، علل شرایع و احکام بعضاً بیان شده است و ظلمی که بر او واقع شده در یک محاکمه علنی و شفاف برای عالم اعلان کرد: ایها المسلمون اغلب علی ارثی ابن ابی قحافه افی کتاب الله ان تعرف اباک ولا عرف ابی لقد جئت شیئا فریا. حالا ممکنه کسی سوال کنه مگر صدیقه طاهره نمیدانست این مردم دیگه برگشتن؟ کسی جوابشو نمیده، برای چی آمده خطبه میخواند؟ این فرازهایی رو که خواندم جواب این مطلب است: الا وقد قلت ما قلت علی معرفت منی بالخذلة التي خامرتکم. کسی نگه فاطمه زهرا علم نداشته، نه عالمتن به ما کان و ما یکون و ما هو کائن. فتمت من العلم یکی از علل و اسرار نامیده شدن فاطمه زهرا به فاطمه در روایات اومده، به خاطر اینکه از علم جدا شده. یعنی چی؟ چندین معنا علامه مجلسی فرموده. یکیش اینه که این آتیناهم من لدنا علما، نگاه من که به مکتب نرفت و خط ننوشت اینا از اون خانواده هستن، پس برای چی آمدی بیبی؟ الا وقد قلت ما قلت علا معرفت منی، شناخت کامل دارم بر چه؟ بالقدرة التي خامرتکم. میدانم ترک یاری کردن، بالخذله نصرت نکردن، خامرتکم ای خالتتکم. الان هم میبینم امام زمان چقدر به داد مکتب میرسیم. گفت من از بیگانگان هرگز ننالم، دشمن که چیزی نداره. علمای عامه خودشون میدونن چیزی ندارن، حقیقت اینجاست، ولی مصیبت از بین خود ماست. بالخذلة التي خامرتکم ای خالتتکم. میدونم ترک یاری کردن خمیرمایه جونتون شده، پوست و استخوان شده برای شما. والقدرة التي استشعرتها قلوبکم، قدر پیمان شکنی بی وفایی لباس قلبهاتون شده، پس برای چی آمدی بیبی؟ لکنها فیضة النفس. رفتی امروز چند قدمی تو آفتاب برای عرض تسلیت محضر امام زمان، همدردی با فاطمه معصومه صلوات الله علیها. یه خورده آفتاب خوردی، فاطمه زهرا می اومد بیت لحظن و القاطعین اراکتن کی لا تقیل به ظل اوراق لها و حسون. اگر این آفتابهای مدینه نبود کجا؟ و صبی اهل که کالعبید و صفدوا بالحدید فوق اقطاب المطیات تلفح وجوههم حر الهاجرات. این صورتهای نازدانه ها، این صورتهای عزیزان خدا، این صورتهای دختران رسول خدا را در این بیابانهای سوزان آفتاب چهره هاشون رو تغییر داده. خدا شاهد است نبود اونجا کربلا و کوفه و شام نبود. بیبی برای چی اومدی؟ این درد دل اعلام می کند ولکنها فیضة النفس. فاضت نفس، جانم به لبم رسیده، اومدم دارم
غضب کسی است که غضبش غضب خداست. کسی نگه بیبی با کسی غضب نداشته. و خبرالغنا دیگه تکیه‌گاه‌های بیبی سوس شده. و بثت و صدر، یه خورده آه بکشه این سینه آرام بگیرن. کدام سینه؟ یه بیتی مرحوم اصفهانی داره زبان من یاری نمی‌کنه بخونم، تغییرش میدم. و من نبوع الدم من جنبه‌ها، من طاقت ندارم ما در این اسم دارم. و من نبوع الدم من جنبه‌ها یعرف عظم ما جرى علیه. و بثت الصدر و معذرت الحجه اتمام حجتی. برای ابد دیگه کسی نگه من خبر نداشتم. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اما دیگه شاید مثل امروز مردم مدینه فقط خاطره های این کلمات رو تو ذهن عبور میدهن. روزی بانوی پهلو شکسته، سیلی خورده، بازوی ورم کرده، با یک عالم آلام و مصائب اومد صدا زد، نصرت خواهی کرد، هی فریاد زد، کسی به دادش نرسید. ابن الحسن های امروز همون روز جدایی امیرالمومنین از فاطمه زهراست. کدام روزه تو بخوانم یا زهرا؟ میگه قابل درک هست من بخونم. فرمود اسما جبرئیل حنوطی را از بهشت آورد. پدرم آن را 3 قسم کرد، قسمت جبر و خودش برا، یه سلسش برا علیست، یه سومش هم برای من. اسما برو بیاور بالای سرم بگذار. فقط 18 سال عمر کرده فاطمه زهرا، چه باعث شد که زهرا آنقدر عمر کمی دارد. اسما لحظاتی درنگ کن، منو صدا بزن اگر جوابی نشنیدی. بدون به پدرت ملق شدم، جان دادم. یه لحظاتی درنگ کردم، صدا زدم یا بنت محمد المصطفى صلی الله علیه و آله، یا بنت اکرم من حملت النسایا. هرچی گفتم جوابی نشنیدم، تو رو انداز بیبی رو کنار زدم، دیدم بیبی از دنیا رفته. چه مظلومانه و غریبانه. امروز میخوام چند تا یا زهرا همینجور تو مجلسمون باشن. انشاءالله این آیات خواسته شو امام آقای زمان و این مجلس اعضای مادرش. دل بیبی را میبوسد، با بیبی صحبت میکند. اسما میگه رفت دیدم امام حسن و امام حسین آمدن، چه خبر از مادر؟ نقلی داره ساکت شد. اسما آمدن دیدن مادرت دست دادن. امام حسن کنار بدن مادر ایستاده، مادر کلمی الان قلبم از جایش کنده شود مادر. اما امام حسین آمد، این پای مادر رو میبوسد. یا اماه کلمی، فاطمه جان
غم و غصه و اندوه از دلم ظاهر میشد. یه مطلبی دارم آقا امیرالمومنین، آیا بعد از اون سیدی ها هم قضیه همین بوده؟ دیگه همسر که صورت و نشان شما نمیداد. ما زالت بعد ابیها واصلة الرأس ناحلة الجسم یبن الحسن. آمد امامه از سر گرفت به زمین انداخت، اومدی کنار بدن فاطمه. چه فاطمه ای دیگه از اون چیزی نمانده. آخ در راه ولایت امیرالمومنین جان دادم. دید یک مکتوبه وصیتم داره باز وارج گرده، نمیخوام کسانی که به من اذیت کردن باشه تو مراسمم شرکت داشته باشن. علی شبانه مراسمم باشن، غریبانه مظلومانه نیمه های شب مرا دفن کن. بچه های زهرا یه مطلبم دارد یبن الحسن و ابلغ الی ولدی السلام الی یوم القیامه. سلام مرا به بچه‌هام تا روز قیامت برسان. شاید معناشی باشه فرزند دارم، مادر رو فراموش نکنید، مادرتون رو بین در و دیوار با تازیان ها و لگدها یا زهرا. ایشالله جدا نشی از بیبی دنیا و آخرت. ایشالله زهرایی زهرا شامل حالتون بشه. یا زهرا امناده با امیرالمومنین. حسب الوصیه نیمه های شب بدن همسر شده غسل میده یا صاحب زمان. اما نقلی از خود امیرالمومنین لما هممت ان اعقد الردا، وقتی خواستم بنده کفن رو ببندم صدا زدم یتیما بیاین آخرین توشه رو بگیریم. دیگه لباس بهشته. یه نکته رو اضافه کنم، وقتی آمدن مادر اینها رو محکم به سینه چسبانید، اینها رو امیرالمومنین با ملاطفت جدا کرد. اما میشه گفت اون کسی که آخرین دیدار رو با فاطمه زهرا داشت همون کسی بود که بند کفن رو با دستش می‌بست. از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم. بند کفن و بس چه میکند امیرالمومنین؟ دست برد زیر نازنین بدن زهرا. میوه های دلم عزیزانم، دیگه مادرتون راحت شد، دیگه سیلی کسی به صورتش نمیزند. زبان حالها آی فرزندا دعا کنید دیگه باباتون از دنیا بره. نفسی علی زفراتها محبوست. این زبان حال از اینجا گرفتیم ها. یا لیتها خرجت مع الزفراتی. نمیخوای روز خون فاطمه زهرا باشی با لسان امیرالمومنین؟ همه بلدیم اهل فضل و علم. میخوام امروز همه روز خون فاطمه زهرا باشیم، همه با همین زمزمه رو بگیم نفسی علی زفراتها مخافتن تطول حیاتی. تمام قصه من اینه که عمرم طولانی شود و فراق طولانی شود. آمد بدن فاطمه رو درون خاک مدینه گذاشت، اما هنوز اون حالت خاص دست نداده. داره تعبیر اینه لما رفض یده من تراب القبر حاج به الحزن و ارسل دموعه علی خده. تو دستشو از خاک قبر فاطمه تکان داد، یک دفعه تمام غم و اندوه عالم هجوم به قلب امیرالمومنین آورد. چه کنه؟ روشو کرد به طرف قبر رسول خدا، صدا زد السلام علیک یا رسول الله. فاطمه جان تو رو فراموش
فراموش نکردم. یا رسول الله سلام من و سلام فاطمه را از طرف من بپذیر. آن فاطمه ای که چه زود به تو ملحق شد. اگر از حال علی بخوای یا رسول الله، اما حزنی فسرمایت و اما لیلی فمزهد. این کلام را امام زین العابدین گرفت وقتی بدن پاره پاره بودی سر علی عبدالله را درون خاک کربلا گذاشت. نقل اینه بنی اسد دیدن آقا از قبر بیرون نمیاد، نزدیک شدن، چه دیدن؟ دیدن این صورت را روی رگهای بریده طوبی لأرض تضمنت جسدک الطاهر. بابا اما الحزن فسرمد و اما اللیل فمسحد. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بحق سيدتنا ومولاتنا ام ابيها فاطمة الزهراء وبحق ابيها وبعلها وبنيها وبامام زماننا يا الله يا الله. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لمولانا المهدي الفرج. يا رب فاطمة بحق فاطمة اشف قلب فاطمة بظهور الحجة. خدایا امام زمان ما دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی ما را از زیارت و شفاعت و الطاف این خانواده ما را جدا مفرما. محبت این خانواده و بغض نسبت به دشمنانشان در قلوب ما و قلوب نسل ما تا دامنه قیامت ثابت بدار. اللهم انصر من نصر الدین. اللهم اخذل من خذل الدین. اللهم أيد علماءنا الربانيين وارحم موتانا وموتى علمائنا الربانيين وارحم من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. جمع شده است. چهره رنج پریده امیرالمومنین، یتیمان فاطمه زهرا، یاد اون لحظات و خاطراتی که مادر بین ایدر و دیوار ایستاد، ناله یا ابتایش بلند شد، صدا میزد از فزه کمک میخواست، بازوی بابام امیرالمومنین را گرفته بود، پیغام داده فاطمه از قبر مخفیش مردم به جرم حفظ ولایت مرا. دیگه ناله امیرالمومنین بلند است، بریم خانه‌ای که پر از غصه و اندوه است. لاله ها پژمرده بلبل را دگر آوا نبود، هیچ کس در باغ مثل باغبان تنها نبود. یک مدینه دشمنان، یک خانه بی فاطمه، بانوی آن خانه غیر از زینب
ونفوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا بحق أبيها فاطمة الزهراء وبحق أبيها وبعلها وبنيها وبإمام زماننا يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا كاشف كرب المكروبين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لمولانا المهدي الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أنصاره وشيعته ومحبيه. خدایا آنچه رضای امام زمان در آن است ما را بدان موفق بدار. دنیا و آخرت آنی و کمتر از آن ما را از این خانواده جدا مفرما. محبت این خانواده و بغض نسبت به دشمنانشان در قلوب ما و قلوب نسل ما تا دامنه قیامت ثابت بدار. اللهم انصر من نصر الدین واجعلنا منهم واخذل من خذل الدین ولا تجعلنا منهم. اللهم أيد علماءنا الربانيين. اللهم تقبل منا ومن المؤسس أستاذنا المعظم بقبول حسن وارحم لمن بدأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات